جواب میگوییم انشاءالله. و در اینجا اعلام میکنیم که کسانی که در این برنامه میخواهند شرکت بکنن زنگ بزنن و سوالهای دینی و شرعی و مذهبی خود را میتونن از این شبکه بگیرن. در هر کجا که هستن با زبان تاجیکی، با زبان فارسی و این سوال جواب ها صورت میگیرد. و ببینید برادران عزیز، آنچه که امروز برای مردم، برای بینندگان شبکه و سامانه آنلاینی شورای علمای جمهوری تاجیکستان، خصوصا ریاست فتوای مرکز اسلامی در خدمت شما هست و با سوالهای شما پاسخ میگوییم. بنابراین آن برادرانی که میخواهند هر سوال از دیدگاه فقهی، چه از طهارت و نماز، چه از حج و زکات، چه از عقیده و تاریخ، چه از حدیث و تفسیر سوال میکنن، ما در خدمتشان هستیم. و دین مبین اسلام دین روشن و دین کامل و ملت تاجیک 1300 سال زیادتر می شود که در این دین مبین اسلام هست. یکتاپرستی میکند، پیروی از مذهب امام اعظم نعمان ابن ثابت پیروی میکند. بنابراین برادران عزیز، آنچه که ما میخواستیم، یعنی یک زمانه که ما یک شبکه آنلاینی داشته باشیم. البته شورای علما نقطه تیجی ما سایت مستقل هم داریم و من دوباره بازم اعلام میکنم که در این آنلاینی زنگ بزنید و در تماس باشید. ما با شما انشاءالله در پاسخ هستیم. و البته هر انسان میخواهد که دین مبین اسلام را، اون نازکی هایی که در دیدگاه فقهی و عقیدوی دارد، باید از همیشه دنبال این چیز باشد. و علما در کتاب ها نوشتن که یک مسئله دینی کسی میپرسد، تقریبا از امام ابو یوسف رحمت الله علیه خوانده بودم که 120 ثواب میگیرد که از 100 رکعت نماز نفل بهتر است. بنابراین با این انشالله میگیریم و در پاسخ هستیم. یک زنگ تلفنی داریم، انشالله ما میگیریم، پاسخ میگیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. اگه دوما با یک سوال داشتیم اگر اجازه باشه. بله سلامت باشید، گوش میکنم. کی هستید و یک جا زنگ میزنید؟ ما یک شهر از داخل شهر زنگ میزنید. سوال ما چنین است: در داخل قبرستان نماز جنازه جایز است یا نه؟ بله سلامت باشید. البته جواب سوال شما را ما در اینجا بیان میکنیم. و دیگر سوالی دارید شما یا نه؟ دیگر سوال نداریم. سلامت باشید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، ببینید نماز جنازه در قبرستان یعنی خواندن اجازت هست یا نیست. ما در این دیدگاه فقهی امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر کتاب‌هایی که در این باره صحبت میکنن، نماز جنازه در قبرستان، البته در تمام کنارهای شهر دوشنبه یا خارج از این در ناحیه ها، در داخل قبرستان یک جای موضع معین کردگی هست که در اونجا اونها نماز جنازه ادا میکنن. نه که وقتی که نماز جنازه را ادا میکنن کوشش بکنن که در داخل قبرستان اگر جایی نیست که اونجا نماز جنازه را ادا میکنن، باید از طرف قبله در نزد اونها قبر نباشد و البته در پشت اونها قبر ها باشند، در طرف سمت راست اونها چپ اونها باشد، طرف قبله در قبر نباشد، نماز را ادا میکنن. لیکن همچنانی که ما میبینیم امروزها و آنچه که در تاجیکستان ما هست، در قبرستان در یک کنارهش جایگاه نماز جنازه هست، همونجا ادا کرده میشود و در ادای آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست. سلامت باشید. ما در اینجا باز یک سوال دیگر رو میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوباره یک سوال داشتیم، خواستیم که از شما بفهمیم که این چطور باشه. بله شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
ما یک شهروند از زمین جمهوری ترکستان از فجر شنبه زنگ زده درباره این نماز ضحی یا اینکه نماز اشراق میگن همین فضیلت دارد یا که چه ثوابیت دارد از دیدگاه مذهب امام اعظم یا که دین همین اگر که میفهموندید ما بسیار خرسند نشده. سلامت باشید. باز یکون سوال دیگر. تشکر زیاد. فقط همین شنیدم نخواستم جواب شد. سلامت باشید. ما در پاسخ هستیم با شما انشاءالله. خب سلامت باشید. شما ببینید برادران عزیز، وقتی که مردم سوال میکنن از دیدگاه دین و مذهب امام اعظم و این مردم ما، چون که مردم مذهبی هستند، با این نهج سوال میکنن. این برادر سوال میکنه که نماز ضحی یعنی چی معنی دارد، چی فضیلت دارد. البته آنچه که در حدیث ابوذر در صحیح مسلم آمدگی هست، نماز ضحی گفته ارتفاع شمس به مقدار یک رمح یعنی 1 متر بگیم یا 1 قلاچ بگیم از آفتاب که برآمد وقتش سر می شود. او را به همین خاطر ارتفاع شمس را ضحی میگویند. و نماز ضحی از دیدگاه اهل جمهور فقها و این سنت مؤکده است. البته دیدگاه فقهی مذهب ابو حنیفه مندوب است، یعنی نفل، این نفل است و 2 رکعت خوانده می شود، 4 رکعت خوانده می شود، 8 رکعت خوانده می شود تا 12 رکعت این نماز خوانده می شود. و البته اون چیزی که درباره فضیلتش گفتیم در حدیث ابوذر که در مسلم روایت می شود، شما ببینید بدن انسان، هر یک جای بدن انسان پیوستگی های دارد. من در یک چلیک تقریبا 3 جا هست، تقریبا همین ها 360 جا هستند که برای هر یک جای این انسان باید صدقه کند. برای پیامبر در اون حدیث میگوید که اینها همش صدقه میخواهند. امر معروف صدقه است، نهی عن المنکر صدقه است، تحلیل و تحمید و سبحان الله همه اینها صدقه هستند. اما من کاری را برای شما میگویم که اگر شما اون را ادا کردید، همه همین صدقه ها، همه همین ها را به جا آوردید. اون همین است که در روایت مسلم از ابوذر روایت میکند که همین 2 رکعت نماز ضحی، 2 رکعت نماز ضحی وقتی که خوانده شد، شما همه همین ها را یعنی جزاش را ادا کردید. بنابراین نماز ضحی از دیدگاه مذهب امام اعظم نفل است و نفل نیت کرده می شود. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز نفل خالصا لله تعالی، الله اکبر. باز یک تماس دیگر هم داریم، ما اینو میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. شما ده سوال داشتم که نه سوال کنم. بله گوش میکنیم. در روز پنجشنبه لباس شمس یعنی مغزه کردن درست نیست؟ خواهر عزیز شما از کدام ناحیه زنگ میزنید؟ ناحیه فردوسی. سلامت باشید. در روز پنجشنبه لباس شستن، بله؟ لباس مغزه کردن. سلامت باشید. باز دیگر سوال نداشته باشید اگر من در پاسخ سوال شما میپردازم. خواهر عزیز سوال میکند که یعنی زنها، البته این کاری زنها هست، شستشو مغزا و کردن از این چیزها. شما ببینید در مردم ما یک بسیاری از خرافات ها هستند که هیچ اصالت دینی ندارن، نه دینی نه مذهبی ندارن. یکی از اون خرافات هم همین است که بسیاری ها یعنی در اون چیز میپردازن که مثلا این از عنعنه های همین تاجیکانه ما از قدیم بعضی ها گفتن که روز پنجشنبه نباید مغزاوه کنید. این یگام اصلی قرآنی، حدیث، فقهی و مذهبی ندارد. بنابراین این سوال پاسخش همین می شود که این جز اوهام، جز خرافات، جز یک چیز بدعت نیست و نظافت و پاکی همیشه در اسلام مقصود است. بنابراین اینا می توانند که روز چهارشنبه و پنجشنبه و هر روزی که می توانند لباس‌هایشان را بشویند. البته بعضی ها در همون بگانی منع میکنن زنها را از شستن این گونه چیزها، چون که همون بگانی میشه جن و جینه ها که در مکان‌های همون قاذورات و جایهای گندگی که خوابند و همونجا زندگی میکنن، این میگن مغزها و دوجاها نپرتوین. این برای حفظ کردن سلامتی اونها هست، نه اینکه در روز پنجشنبه اجازت نیست. برای همون
روز پنجشنبه هم بنابراین روز یکشنبه و شنبه هست. شستن و مغزوبه کردن و پاکی و تازگی مقصود است و هر روز می توانید این کار رو بکنید. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا باز ما یک تماس دیگر هم داریم. البته قطع شد تماس اینها. برادران عزیز، من دوباره باز تکرار میکنم که شورای علمای جمهوری تاجیکستان، خصوصا ریاست فتوای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان، از این بعد انشالله در پاسخ سوالهای شما از دیدگاه دین مبین اسلام و مذهب حنفی هر روز جمعه یا هر روز پنجشنبه سوال و جواب آنلاینی دارد. بنابراین میتوانید با این زنگ بزنید به این نمرهای 00511 1542 و در تماس هستیم. البته اگر دیگر پاسخ‌ها که نباشند، ما در اینجا چیزی را میتوانیم که ذکر بکنیم. البته ببینید، مردم ما بسیاری وقت میشد که از اون شبکه ها، از اون چیزهای سوال و جواب خود را میکنند که خودشون نمیدونند که اونهایی که در پشت اون شبکه ها نشستگی هستند پیروی کدام رویه و کدام مذهب و کدام جماعت هستند. بنابراین ما اقدام گرفتیم با رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان و دیگر دوستان که ما سوال جواب شرعی و مذهبی مردم کشور و خارج از کشور ملت خودمون رو با طریق آنلاینی اینترنتی داشته باشیم. بنابراین شما میتوانید که با این نمرهای 00511 1542 زنگ بزنید و سوالهای خود رو از دیدگاه دین، انشاءالله از دیدگاه مذهب، از دیدگاه فقهی، یعنی با دلیل و حجت بگیرید. و من بدم در برنامه سنگلیف محمود، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان و دیگر برادرانی که هستند باید یک چیز را بدانند که مجلسی که در اون مجلس تعلیم و تعلم هست، صحبت از دیدگاه دین هست. در حدیث میگد که اون جماعت را حفتهم الملائکه، ملائکه ها گرد بر اونها رو میگیرند و از همه چیزش همین است که الله تعالی خبر اونها را به آنان میرساند که قریب در قرب الله تعالی هستند. و اون ملائکه ها میرساند که فلانی پسر فلانی و در تعلیم و تعلم، در سوال و جواب دینی نشستگی هستند. یعنی حدیث دمیاد که و یذکرهم فی من عنده، یعنی آنانی که نزد خدا هستند اونها رو از نام و از نام پدران اونها خبر میکند که اینها دارن از من الله تعالی صحبت میکنند. نزلت علیهم الرحمت و السکینه، که رحمت و سکینت و بردباری در اون محفل هست که اون محفلی که سوال و جواب دینی دارد، معرفت خدا دارد. و بنابراین برادران عزیز از شما خواهش میکنیم که از این بعد در این سامانه ما که سامانه آنلاینی اینترنتی ما داریم، در سوال و جواب باید باشید. من یک سوال دیگر ما میگیریم در اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من در برنامه هستم، در آنلاینی برنامه سوال و جواب دینی داریم. اگر یکم سوال دینی داشته باشید مرحبا. یک سوال هم مشکلی آوردگی ما که یک بسیار سوال خوب و عزیز دارم. بخدا مثلا ما حل نکنیم بسیار زور اون آمده. سلامت باشید، گوش میکنم. همین اکای ماوری ما پتی همه از این برادر شامل کار میکنیم. بله بله همین چیزی که گپی هست در همجا عمالات اومدش میدیم. نه، ما در آنلاینی هستم برادر عزیز. شما حاضر در آنلاین در پرامای افیر ما و شما را حاضر جهان گوش کردید. این چیزا امانت شده نمیتواند. اگر شما امانت رو داریم بعد از برنامه زنگ بزنید، ما با شما در صحبتیم. بعد از برنامه زنگ بزنید. سلامت باشید. سلامت باشید.
بله شما زنگ میزنید شماره میبینم من انشالله فرصت چه ما شما مینویسم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. این برادران بعضی مسائل دارن که شاید مسائل خیلی داخل اویلوی دارن، بعضی مسائل یک سیر اسراری که دارن نمیخواهند که در افیر باشند، یعنی در بعد از افیر ما با اینها در صحبت هستیم. برادران عزیز، امروز روز فرا رسید که ما در صحبت آنلاینی از مسائل دین و مذهب، از مسائل شرعی مردم در پاسخگویی هستیم و من بعد ما این برنامه را برای شما همیشه در جریان میگذاریم و سوال ها و پاسخ ها را از شما ما میگیریم و شما اگر میخواهید در افیر صحبت میکنید، میخواهید بیرون از افیر صحبت کنید، البته 2 24 25 11 تلفن مرکز اسلامی هست در خدمت شما و شورای علما نقطه تیجی سایت ما هست که در اونجا ما ترجمه کتاب ها و مقاله ها و سوال و جواب سایتی در اونجا داریم و در اونجا کتاب ها ترجمه شده هستند با زبان تاجیکی، مقاله ها و تاریخ، خصوصا در اونجا تاریخ بزرگان من شما، ترجمه حال اونها، زندگی اونها، یعنی تالیف و تصنیف اونها نوشته شده است که بسیار یعنی مفید هستند. شما میتوانید که اونها رو استفاده کنید و باقی در تماس باشید. ما انشالله در خدمت هستیم و هرچی که در چارچوبه دین مبین اسلام هست ما آزادانه میخواهیم، میتوانیم که با شما صحبت کنیم و از من یعنی از این فرصت استفاده میبرم. من یک چیز برای شما نقل میکنم. شما ببینید ما برای چی همیشه با این اشاره میکنیم که مردم ما مردم دینی و مذهبی بسیار مردم با اخلاص هستند. هر وقت که از هر شبکه، از هر جماعت وقتی میخواهند سوال و جواب و پاسخ خود را بگیرند، باید حداقل پیروان اون جماعت را، پیروان اون شبکه را اینها باید بدانند که اونها کی هستند و این به نهایت مهم است. چون که من در این فرصت استفاده میبرم، یک خواهر در این شورای علما مراجعت کرده بودن، خصوصا با من صحبت داشتن. اونها از یک انسان وقتی تعلیم میگیرن، تعلیم معرفت خدا، راه راست، گپ‌های خوب دینی، بعدا میان بر سر این که اونها بر نماز شروع کنن، برادرانی که در حالت صحبت کردن یعنی سخنهای دغلانه و سخنهای حقارت میکنن، شما ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام دادن مسلمان این فسق است، یعنی انسانی که دشنام میکنه اون فاسق است و قتل کردن در مقابل مسلمان کفر است. این تعلیمات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم معلم دین من شما هست. بنابراین اونانی که حقارت میکنن در اینجا، اونها برد نکردن، اونها بای دادن، اونها در فکر ایمان و آخرت خود باشند. یک تلفنی دیگر ما داریم، ما اینو میگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر عزیز گوش میکنم. بس سوال داشتیم و شما خواستیم پرسیم که همین در نماز غیر از زبان عربی فارسی خدیبانیت و دیگر زبان ها نیت کردن درسته و نه؟ سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. دیگر سوال دارید؟ سلامت باشید. انشاءالله ما در پاسخ با شما هستیم. برادر زنگ میزنن میپرسن که در نماز غیر از تاجیکی و عربی با دیگر زبان ها نیت کردن میشد یا نه؟
اصل نیت برادران عزیز آنچه که از مختصر شروع می شود از دیدگاه فقه مذهب امام اعظم، همه کتاب های ابتدایی تا بالا اصل نیت قلبی هست، یعنی نیت قلبی هست در نماز. یک انسان طهارت میکنه، نیت میکنه که من میرم پشت سر امام نماز پیشین رو میگذارم، او میتواند که با همین نیتش بیاد مسجد و داخل پشت سر امام وقتی امام الله اکبر میگه اینم الله اکبر بگوید و در نماز شروع کند. و البته اگر کسی که زبانی نیت میکند، از دیدگاه فقهای ما نیت کردن با زبان معنی نیست، چون که بعضی ها با زبان تلفظ نکنن اگر نیت نماز را، خیال میکنن که نیت ما کامل نشده است. البته با دیگر زبان ها نیت کردن هم در دیدگاه دین مبین اسلام معنی است. هر کسی با زبان خودش نیت میکند، البته اگر با قلب کند این قریبتر با سنت هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعلیمات خودش و قرآن عظیم الشان میگوید که یعلم ما فی الصدور، الله ذاتی است که دلها را میداند، نیت ها را میداند. بنابراین و پاسخ این برادر همین میشود که البته غیر از فارسی و غیر از زبان تاجیکی هم و غیر از زبان عربی هم با همه زبان ها نیت کردن میشود و ممکن است. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم. با فراموشی قامت نگفتن نماز رو شروع کنید یا که نماز ما درست می شود؟ سوال رو من از میان درو کردم، یعنی چی گفتن شما؟ قامت رو چیکار کردن در کار؟ قامت نگفتن نماز رو شروع کردیم. یعنی قامت نگفته در نماز شروع کردید، الکی چیکار کنید؟ آمین ارزا و شروع کنیم یا که درست می شود؟ سلامت باشید. دیگر سوال ندارید؟ نه امید. سلامت باشید برادر عزیز. برادران عزیز، مسائل فقهی فهمیدنش به نهایت باعث اجر که یعنی ثواب زیاد دارد. البته برادر به نهایت یک سوال رو میکرد که شاید اکثر مردم ما این، چون که من این سوال رو بار اول نیست میشنوم، اکثر مردم ما این کارو میکنن. شما ببینید اذان اعلام الغائبین للصلاه است، اعلان کردن برای مردمی که غایبن که نماز بیاین. قامت اعلام الحاضرین للصلاه است، یعنی آدمایی که همونجا هستن برای اونها اعلان میکنن که در نماز یعنی برپا شده، علاقه نماز برپا شد و در نیت یعنی آماده باشن. و اگر کسی هر دین ها رو فراموش کرد یا قامت رو فراموش کرده، علاقه داخل نماز شد، نماز را نیت کرد، تکبیر تحریمه رو بست، اون البته دیگه پس نمیگردد و نمازی ای بدون یگام کراهیت ان شاء الله ادا میشه، پس نمیگردد، با همون نیتش در نمازش دوام میدهد و از سر نمازش رو نمیبرد، قامت نمیگوید و دوام میدهد با همون. سلامت باشید برادران عزیز. و شما ببینید برادران عزیز، من برای چی میگویم اونهایی که در وقتی برنامه یا در دیگر برنامه های ما دست به حقارت میزنن، اونها چند چیز فکر میکنن. اول فکرشون همی است که همیشه هر کسی که چی طالب علم است، چی خادم دین هست، چی مفتی هست، چی قاضی هست، کوشش اینها همین است که در دین مبین اسلام خدمت کنن، رضامندی خدا را به دست بیارن. در هر ملت، در هر مذهب هست، در سهم، در جاده اصلاح اون مردم سهم داشته باشن. و هر چی که ما تا امروز صحبت کردیم، به خاطر صحبت کردیم که خدای خدا را راضی کنیم و در دین مبین اسلام، در ملت و مذهب خود، در جاده اصلاح اونها سهم داشته باشیم. و اونهایی که با سخنان دغل، با حقارت با علما می‌نگرند، عاقبت خوبی ندارند و تجربه نشان می‌دهد که اینها در نتیجه از هدایت محروم میشوند. البته همگان در همین بودن، کل حزب بما لدیه فرحون، هر یک گروه، هر یک جماعت در اون چی که هست با همون خوشحال است، خیال میکند که درست و حق را همون میگوید. بنابراین برادران عزیز، ما باید در حق یکدیگر دعاگو باشیم و دستگیر یکدیگر باشیم در جاده خدمت دین.
یک زنگ تلفنی دیگر هم شد ما رو در جواب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز، گوش میکنم. یکم سوال هم که انا در بالای سر مایت هم که 7 کلوخچه که هم خو که همیان کدوم دایره میخونن و یک جوابنامه مینویسن. هم جوابنامه و هم چیزا چی بود چی میخونده باشن مینویسته باشن. سلامت باشید. و دیم سوال هم که 7 اندام در نماز با خدمت سجده کنن 7 اندام کدوم اندام باشن. سلامت باشید برادر عزیز. باز یکم سوال دیگه. سلامت باشید برادر عزیز. بسیار مسائلی که مردم ما همیشه دنبال این هستند که اونها را بپرسن، شاید این برادرم یعنی چیزی از معلومات دینی دارد و میخواهد که برای مردم ارائه کند این چیز را. و این در مردم ما بسیار یک عنعنه و عرف پیچیدگی هست که نه در قرآن، نه در سنت، نه در دیدگاه فقه مذهب ابو حنیفه در کتاب‌های معتبر هیچ جایگاهی ندارد. مثلا سوالی که اول کردن که همون خاکی که چند قلوق رو میخونن در همون میگذارن. اول اینکه برادر عزیز این در اسلام ثابت نیست. یعنی نه پیامبر خدا کردن، نه صحابگان کردن، نه ائمه دین، نه بزرگان، نه امام اعظم، کسی این عمل رو نکردن. چگونه من بگویم که اونها چی میخونن؟ بنابراین این عمل خودش از بدعت و خرافات و یک چیزی نامطلوب است. نباید این کار رو بکنن. یعنی در خاک چیزی خواندن، در قلوق ها چیزی خواندن، در آن گوشه داخل قبر گذاشتن، این یگام ثبوت ندارد. و دومین در همین سوال یک چیز دیگر هم داشتن که مسئله جوابنامه. شما ببینید در که کدام کتاب فقهی من خوانده بودم این مسئله را، البته این مسئله قرآنی نیست، مسئله حدیث نیست. یک این دار و مدار این مسئله خواب یک عالم است، خواب یک بزرگی هست که باز یک بیننده دیگر داره زنگ میزنه. البته این رو هم میگیریم بعد پاسخ خود در آخر میشدش. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز شما در آنلاینی دارید سوال. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تو یک سوال داریم؟ بله گوش میکنم. دوستان همین فضیلتی مسئله برادر رجلی یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و آله همه فضیلت دارد که در وقت فریاد خواندن معروف شد. برای این مقصد همین است که پیغمبر صلی الله علیه و آله اشهد ان لا اله الا الله و برداشت تنگی را معطل دیگر مقصد به خود همین فضیلت مقصد چی فضیلت دارد؟ نفهمیدم. شما درباره اشاره سبابه دارید سوال میکنید؟ بله استاد همین فضیلت مقصد دیگر در همین خود پیغمبر صلی الله علیه و آله آغوش بارشون تنگی را معطل همین اون اساس دارد. بله ما در پاسخ با این سوال هستیم. دیگر سوالی دارید شما؟ نه استاد دیگر سوال ندارم. سلامت باشید. این برادرم یکی از سوال ها درباره اشاره سبابه یعنی برداشتن انگشتان در حالت اتحیات میکند. شما ببینید برادران عزیز سوالی که این برادر کردن بسیار مهم است، چون که مردم ما در همین خرافات ها بسیار داده شدن. شما ببینید اینو باعث یگام اجرم نیست، نه برای میت نه برای وارثان میت. مثلا گفتیم اون خاکش که دعا خواندن در اونجا گذاشتن که یگام اصل دینی ندارد. و دیگری همون جوابنامه‌ای که در اونجا می‌نویسن. بعضی ها همون سه سوالی که منکر نکیر میکند، ما ربک و ما دینک و ما نبیک، همین رو در همون می‌نویسن. بعضی ها کلمه شهادتین رو در همون می‌نویسن میگذارن. من گفتم این مسئله تکیه‌گاه این خواب یک انسان است. یعنی کسی می‌نویسد در قبر میگذارد، بعدا خواب می‌بیند که اون صاحب قبر میگوید که همین رو که شما نوشتید. من مثلا با آسانی جواب گفتم همین خیل در کدام کتاب فقهی در حاشیه‌اش من همین مسئله را خوانده بودم. این دار و مدارش خواب یک انسان است. شما می‌بینید خواب انسان ها غیر از انبیا علیه السلام نه حجت نه دلیل. پس همین جوابنامه‌ای که در قبر می‌نویسن
نه اصل دینی دارد، نه اصل مذهبی دارد، نه کسی باید این کار را انجام بدهد. چون که از خود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و از صحابگان و از ائمه دین هیچ ثبوت ما درباره این مسئله نداریم و این از یک مسائل هست که هیچ ثوابی برای مرده و وارثان او ندارد و این یکی از خرافات و بدعت های است که نباید انجام داده شود. و جواب دیگر اونها در اخیر بر من دادن که اشاره سبابه. شما ببینید تقریبا درباره این روایت های زیادی داریم. تقریبا در 15 سند روایت ها در این باره هستند درباره اشاره سبابه. البته اونی که در اون تحریک الاصابع هست اون روایت رو منکر گفتن احمد ابن حنبل و دیگران و اون قابل عمل نیست. و البته اون چی که دیدگاه ما هست، مذهب ما موقع را گرفتگی است در این سنت است، ثواب و اجر پاداش دارد، در نزد نفی میبردارند، در حالت اثبات میمونند، اشهد ان لا اله دمیمونند الا الله دمیمونند و این سنت است و کسی این را انکار کردن دو حق هم ندارد. و البته گفتیم که اون روایتی که در اون تحریک اصبع هست، یعنی اون حالت حرکت، اون در یک سند ثابت است که اون را منکر خواندن و اون قابل عمل نیست. و همین دیدگاه مذهبی ما همین است که در حالتی اشهد ان لا اله دا بردارن الا الله دا بگذارن و این سنت است از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است و این در همه کتاب‌های حدیث البته نوشته شده است. بله. سلام داشت. و برادران عزیز، من از فرصت بازم استفاده میبرم برای شما چیزی را من داشتم نقل میکردم، البته از یادم نرود. اون خواهری که از همین رویه ها و شبکه ها وقتی تعلیم میگرفتد، یک روز کسی اون رو از همون جایی که تعلیمش میکرد در اونجا اون رو مسئله معرفت خدا میآموزد، بعدا اون رو مسئله طهارت رو میآموزد. بعدا این خواهر تاجیک ما رو میگوید که از فردا نماز میخونیم، اما میگوید ما یک رکعت نماز میخونیم. بعدا این در فکر و در اندیشه میشود که چخیل ما در یک رکعت نماز میخونیم، مثلا باب و بیوی گذشتگانی ما. یعنی اگرچه این خواهر از تعلیمات اسلام خیلی یعنی در ماحول بوده است که دورتر از تعلیم اسلام بوده است، اما خواست است که طریقه خداشناسی و طهارت و نماز این چیزها را داشته باشد، اما نمیدانسته است که در پشت خط کسی که او را تعلیم میکند او خودش در کدام رویه است. بنابراین وقتی که این را میگوید که ما یک رکعت نماز از فردا شروع میکنیم به خواندنش، این در حیرت میشود که آیا ما یک رکعت نماز داریم در اسلام؟ بعدا از چند انسان میپرسد، اونا رو راهی میکنن به مرکز شورای علمای جمهوری تاجیکستان که شما در اونجا مراجعت کنید. وقتی که من با اون صحبت میکردم با اون خواهر، گفتم اگر یگام سیر نباشد همون به سبب واتساپ از اون تعلیم میگرفت، گفتم همون رو اگر باشد من همون واتساپ شما را یک بار ببینم. وقتی که من تعلیماتی اون انسانی که با این دختر ما در رابطه بود و تعلیمش میکرد، اون بهایی بوده است، یعنی یک انسانی که پیروی رویه بهایی بوده است و اونها در 24 ساعت یک رکعت نماز دارند در هر وقت خوانده شود. و این دختر خودش نمیدوند که بهایی کی هستند، که این میدوند از یکی شهرهای ایران ظهور کرده بود و همگی 250 سال تاریخ دارد این بهایی ها. یعنی این خواهر آبی چشم میکرد وقتی که در این باره من صحبت میکردم. یعنی اون خواهر میخواست که یک انسانی صادقی، عابدی، پاکدامن باشد، در راه خدا باشد،
از یک تعلیم بگیرد که اون رو به قرآن و به حدیث و به عبادت برساند. اما از بس که نمیدونست که اونها کی هستند، در کدام عقیده و در کدام رویه هستند، بنابراین وقتی با این خواهر ما در اینجا گفته شد و آشکار کرده شد، چون که تعلیماتش در اونجا بوده دیده شد، اون همش آب چشم میکرد و استغفرالله میکرد و میگفت که من گناهکار نشدم. میگفتیم تا اینجا شما گناهکار نیستید، از اینکه علم پیدا کردید دیگه دنبال این رویه نروید و دنبال دین مبین اسلام و دنبال این دین و آیین و مذهبی امام اعظم نعمان ابن ثابت که در کشور ما مذهبی سازگار است، البته از تعلیمات اینها آگاهی داشته باشید. و کتابی هم برای اون ما تقدیم کردیم که ابتداعاً بعضی چیزها و عقیده در اونجا نوشته شده بود. بنابراین برادران عزیز، در اخیر من از شما خواهش میکنم که امروز هم رسید که روزی که ما با شما در سوال جواب شرعی دینی و مذهبی با طریق آنلاینی از مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان بودیم و هستیم و اون خواهران و اون برادرانی که در هر جا هستند البته هر چیزی رو میخواهند که بفهمند و از دیدگاه اونها گفته ایمان درست است، فهم ایمان درست است، اون میتواند که در اونجا بنویسد و زنگ بزند، در سوال و جواب باشیم و این که ما یکدیگر را به دشنام و به حقارت بکشیم، این کار از تعلیمات دین مبین اسلام به نهایت فرسخ‌ها دور هست و دین مبین اسلام دین عفو و بخشش، دین اخوت و برادری، دین مهربانی هست. اسلام میگوید که اگر شما بدی یک انسان رو میبینید که اون کار بدی رو انجام میدهد، شما میگوید اولین مرحله بنا بر ایمانی که اون دارد اون عمل را حقیر بشمارید، کوچک بشمارید. دوم اون رو ستر کنید. سوم اون رو در خلوت آگاه کنید که برادر عزیز، خواهر عزیز، این مسئله، این عمل شما اشتباه است. چهارم در خلوت در حق اون برای هدایت اون دعا کنید. این هست راهی، یعنی که شما اجر میگیرید، شما ثواب میگیرید. خداوند برای شما در اعمال شما نیکی‌های زیاد مینویسد. اما دشنام و حقارت کردن، شما میبینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار احادیث دارند. یک روز صحابه را گفتند که شما مادران و پدران خودتان را دشنام ندهید. اونها گفتند آیا آدم مادر و پدر خودش را دشنام میدهد؟ گفت شما که مادر و پدر یک انسان دشنام میدهید، همون گویا پدر و مادر خودتان را دشنام دادید. و در حدیث همچنان که ابتدا من خواندم، سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که دشنام دادن انسان مسلمان فسق است و جنگیدن با او کفر است. برای همین شما اون هر سوال دارید، هر نافهمی دارید، هر رنجیدگی دارید، شما میتوانید با طریق تلفنی، با طریق نوشتن در سایت شورای علما .tg ما با شما در تماس باشیم و ان شاء الله اگر عمر باقی باشد، تن صحت باشد، ما با در سوال جواب آنلاینی با شما هستیم و در خدمت دین و مذهب و ملت خود همیشه ما هستیم و دعاگو هستیم که خداوند کشور ما را، ملت ما را همیشه صلح و ثبات و امنیتش را برقرار نگاه بدارد و در پناه خدا باشید و دعاگو باشید که ما این گونه برنامه ها رو زیادتر داشته باشیم و هر پند و نصیحت از پیامبر خدا، از بزرگان دین با شما میگوییم. ما حصه اجر خودمان رو در اون داریم و وقتی که برای ما جدا کرده شدگی در این سوال جواب آنلاینی اینترنتی با آخر رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن